امروز 11مین روزیه که من دارم تو آمستردام زندگی میکنم. گفتم یه ویدیو بسازم از اینکه تو 11 روز چیکار کردم، هزینه ها چجوری بوده و اینکه کلا چه حسی دارم نسبت به آمستردام. شما فقط دوچرخه ها رو نگاه کن. ببین چقدر سریع میرم. تا اینجا نظرم راجع به آمستردام، یعنی به هر چی که فکر میکنم مثبته و این خیلی طبیعیه، چون که شما وقتی اولش جایی میرین اصلا جنبه‌های منفیشو نمیبینین و خب منم تازه‌ام اینجا، فقط دارم خوبیاشو میبینم. دقیقا همینه برای ایتالیا و میلانم بود، همین حسا رو داشتم همه رو. میخواستم راجع به سیستم حمل و نقلشون صحبت کنم که همون جوری که میدونین توی آمستردام همه دوچرخه استفاده میکنن، بیشترین چیزی که بقیه مردم استفاده میکنن، و اینکه سیستم حمل و نقل عمومی اینجا به شدت گرونه. یعنی من فکر میکنم آره تا الان کمتر از 6 بار من از حمل و نقل عمومی استفاده کردم و 40 یورو شده. فکر کنین حتی کارت ماهیانه شونم که بخوای بگیری اونم باز گرونه. دیگه وقت رفتنم. نسبت به ایتالیا واقعا قیمت توی ایتالیا خیلی پایین تره و خب هلندم توی اروپا معروفه دیگه به گرونی. توی این مدت کمی که اینجا بودم دوبار رفتم خرید کردم، از این خریده که مثلا میری میوه میگیری و وسایل آشپزی میگیری اینجور چیزا که به نظرم قیمت اینا تقریبا یکیه با ایتالیا مواد غذایی. یه مسافرت کوچولو رفتم یه شهر خیلی قشنگه که نزدیک آمستردام، 20 دقیقه فقط فاصله داره یا کمتر از 20 دقیقه. اونجا رو رفتم و کلا اینو بگم که وقتی که تو خیابونه اونجا من راه میرفتم اصلا خیلی جوش فرق داره شهر اینجا و کلا خیلی آرومه شهرشون، هم خیلی آرومه هم معماریش خیلی متفاوته. از رنگ مشکی خیلی تو ساختموناشون استفاده میکنن و اینکه حتی اگه ساختمون رنگی هم داشته باشن اون توناژی که توی اون ساختمونه هست، اون توناژی که توی اون ساختمون رنگ اون ساختمون هست قشنگ توش باز میبینی که رنگ مشکی قاطی شده. منظورم اینه که این توناژ رنگی رو دارن کلا. بچه‌ها من داشتم از جلو اونجا رد میشدم اون کارخونه، بعد بوی شکلات اومد، خیلی بوش خوب بود. میدونی کدوم شکلات؟ اون شکلاتی که از قنددیا میگرفتیم. حالا ما که همیشه میریم از قنددیا یه نوع شکلاتی میگرفتیم که مثلا خودمون بعدش اینو روی گاز می‌خواستیم مثلا آبش کنیم. رستوران ایرانی رفتم، سوپرمارکت ایرانی رفتم. خیلی خوبه. بعد اینترنشنال دینر داشتیم، فسنجون درست کردم بردم. دقیقاً همون روز اول که رسیدم اولین کاری که رفتم پا شدم رفتم سوپرمارکت ایرانی کنسرو فسنجون گرفتم. خواستم فقط امتحان کنم ببینم چطوریه. بعد دقیقاً ایمیل اومد که اینترنشنال دینر هر کی از کشور خودش یه غذایی درست کنه بیاره، که من گفتم الان خوبه، هم فسنجونه رو امتحان میکنم هم این که از ایران نمیشه که خب غذا نباشه، غذای ایرانی باید باشه حتما. بعد رفتم مرغ گرفتم و مرغ تو این کنسرو تفت دادم، خیلی خوشمزه شد واقعا و هر کی میخورد میگفت که وای چقدر خوشمزه است و عاشقش شدن. کلا تجربه‌ام از این
اینه که خارجی از غذاهای ایرانی کدوم رو بیشتر خوششون میاد. تا اینجا فهمیدم که درسته که ما خودمون خیلی طرفدار قرمه سبزیم و بیشتر قرمه سبزی خیلی معروفه تو ایران، ولی فسنجون رو خیلی خوششون میاد. نمیدونم چرا، ولی واقعا فسنجون دوست دارن. میدیدن که یه برنج زردی رو میزه، میگفتم برنج زرد چیه؟ میگفتم آقا این برنج زعفرونیه دیگه. بعد میگفتم وای زعفرون، انقدر ذوق میکرد. چی رفتم دوچرخه گرفتم و دوچرخه سواری از اونی که فکر میکنم خیلی سخت داره. روزای اول واقعا برام سخت بود. مثلا فکر کن داری دوچرخه میروی، از این ور ماشین میاد، واقعا سخته. بعد اینکه تشنه میشی، نفس میزنی، اینا که خیلی نرمالن، عادیه براشون، ولی برای آدمی مثل من واقعا اینکه دانشگاه باشم با دوچرخه برم اصلا عادی نبود. ولی الان دیگه دارم عادت میکنم. خیلی سخت دوچرخه سواری تو آمستردام. البته خیلی هم لذت بخشه، خیلی حال میده خدایی. مثلا وقتی که داری با دوچرخه تو خیابونای آمستردام میری خیلی حس خوبیه. نمیدونم واقعا چطوری توضیحش بدم، ولی فوق‌العاده است. که نظرم توی این نگاه اولی که شاید توی این 10 روزی که اینجام دارم حس میکنم خیلی مردمشون خیلی اوپن هستن به فرهنگ‌های دیگه و حتی به غذاهای اینترنشنال. یعنی این چیزی که من توی ایتالیا ندیده بودمش. به نظر منه این صرفا ایتالیایی‌ها نسبت فرهنگ کشور دیگه واقعاً باز نیستن و اصلا نمیدونم چطوری توضیح بدم، انگاری که نمیتونن پذیرا باشن. حتی شاید دلشون نخواد که غذای مثلا یک کشور دیگر رو امتحان کنن. توی ایتالیا ترکیش کباب، این پیتزا کبابا هست، اینا خیلی رایجه و مثلا خود ایتالیایی هم خیلی میخورن، ولی اون فقط انگاری شده یه جایی که مثلا بری وقتی که حال نداشتی بری ترکیش کباب بخوری، همچین جایی تبدیل شده. چیزی که من دیده بودم به حس کرده بودم این بود که زیاد با فرهنگ کشور دیگه کاری ندارن، یعنی اصلا اینترستد نیستن که برن اطلاعات در بیارن دنباله. بعد من این مدت که دانشگاه رفتم، وای، اولا که از محیط دانشگاه خیلی خوشم اومد. انگار فضای دانشگاه اینجوریه که تو اگه بخوای بشینی تو دانشگاه یه کاری انجام بدی، درس بخونی، نمیدونم ویدیو کال کنی با یکی، هر کاری که بخوای بکنی توی دانشگاه این فضا برای تو ایجاد شده. یعنی فضای درس خوندن فقط یه دونه اینجوری که فضای ساده برای کتابخونه نیست. 1000 مدل فضا هست که تو میتونی بشینی درس بخونی و الان فیلماشو میذارم ببینید. خیلی اومدن فکر کردن که چطوری فضا رو طراحی کنی. ولی ما توی ایتالیا اگه می‌خواستی مثلا کار گروهی انجام بدی تو پلی‌تکنیک میلان یا می‌خواستی بری مثلا کتابخونه درس بخونی، جا پیدا نمی‌شد انقدر که شلوغ. یعنی اون کتابخونه درسته خیلی جا زیاد بود، یعنی نسبت به دانشگاه ایران که خیلی عالی بود، ولی نسبت به این دانشگاهی که الان هستم مقایسه میکنم میبینم که نه، مثلا ما اونجا میرفتیم کار گروهی انجام بدیم جا پیدا نمیشد بشینیم کار کنیم، یا میخواستی بری درس بخونی همیشه مشکل جا بود که باید از 8 صبح میرفتی آماده که جا پیدا کنی. حتی با اینکه کتابخونه 24 ساعته داره پلی‌تکنیک میلان، ولی بازم به نظر من فضای کافی و فضای کارآمدی نداره برای درس خوندن. ولی برام جالبه بدونم زندگی بعد این 10 روز چطوری پیش میره. اون موقع که درس قرار سخت‌ترشن و قرار بیشتر با اینجا آشناشم، بیشتر با فرهنگشون، بیشتر با شهرش. ولی امیدوارم که اینجا رو دوست داشته باشم. الان که دوستش دارم، ایتالیا رو هم هنوز دوست دارم من و واقعا زیاد چیز بدی ندیدم ازش. ولی وقتی که مثلا میای با کشور دیگه این مقایسه میکنی اینجوری که خب هلند قطعا جای بهتری از ایتالیا. من پاریس که بودم آسموناش خیلی قشنگ بود و اصلا
کاملا متوجه شده بودم و فکر کنم به خاطر خط آسمونش بود، چون یه خط آسمون کلا یک دست داره تقریبا، به خاطر همون آسمون خیلی قشنگ‌تر دیده میشه. ولی الان به نظرم آمستردام خیلی قشنگه آسمونش. آقا شهرسازی اینجا زیادی خوبه، یعنی واقعا شهرسازیش خیلی خوبه. اصلا یعنی اصلا کم نذاشتن، یعنی هر چقدر بگی اگه دوچرخه اینجا مردم میرونن خیلی، به خاطر اینکه زیر ساختش هست، کلی پارکینگ دوچرخه هست، هر جا بخوای رد شی با دوچرخت میتونی رد شی، لازم نیست که پیاده شی یا چی. این یکیشه. بعد الان شهرسازیشو که نگاه میکنه اصلا همه جا دیزاین داره، همه جا طراحی شده است و واقعا عالیه. حالا تازه همکلاسیای من که هممون شهرسازیم دوباره همش میگن که آره سیستم حمل و نقلش اینجوریه، اینش اونجوریه، این چه وضعشه. البته اهل همین جانا. خب میگم یه دیگه چی میخوای؟